سلام. با قسمتی دیگر از مسابقات با جام جهانی تا جام جهانی در خدمتتون هستیم. شرکت کنندگان خودشون رو معرفی میکنن. پدرام کوکنزاده از تهران. پرهام کوکنزاده از تهران. پدرام کوکنزاده از تهران. پدرام کوکنزاده از تهران. خب با سبک و سیاق مسابقه ما که آشنا هستید؟ نه اصلا. بسیار خب، پس بدون هیچ مقدمه ای میریم سراغ مسابقه. من که هنوز سوالی طرح نکردم. میتونم از شما یه سوال بپرسم؟ بسیار خب، پس شرکت کنندگان دستاشون روی زنگ باشه، به سوال شرکت کننده شماره 4 جواب بدن. نه از خودتون میخوام بپرسم. بسیار خب، بفرمایید. مسابقه این جایزش چیه؟ اجازه بدید قرار شد این سوال رو بنده جواب بدم. چون شما زنگ نداشتین من براتون زنگ زدم. ببینید، جایزه در واقع این مسابقه سفر به کشور آلمان و دیدن مسابقات تیم ملی کشورمون از نزدیک در استادیوم ها هستش. بله، خواهش میکنم، اصلا قابل نیست. بسیار. من حالا سوال من، محل انجام مسابقات این دوره جام جهانی کدوم کشوره؟ هیچ کدوم از آقایون جواب این سوال رو نمیدونن؟ بسیار خوب، من یک راهنمایی میکنم. این کشور در قاره اروپا قرار داره، یعنی یک کشور اروپایی هستش. این کشور یکی از کشورهای اروپایی هست که مطمئنم. خب بله، من که اینو گفتم. بله، این کشور در قاره اروپا قرار داره. منظورم اینه که شما باید اسم این کشور رو بگید. بله، بفرمایید. معمولا یه راهنمایی میکنن دیگه. بله، این کشور حرف اولش آ هست. آیه با کلا یا آیه بی کلا؟ آیه با کلا هست. آنگولا. آنگولا نه، آنگولا که در واقع قاره اروپا قرار نداره که. میدونم، گفتم شاید قسمتی که گفتین اروپاست اون نکته انحرافیش باشه، مثلا می‌خواستی ما رو بپیچونی یه جوری دور بزنی و از این چیزا. نخیر نکته انحرافی نداره. برای اطلاعتون میگم که حرف دوم این کشور لام هست، یعنی این کشور با آل شروع میشه. بفهم. آلبانی. نخیر، آلبانی نیستش. خودتون گفتید که با آ شروع میشه. خب مگه همین یه دونه کشور هست که با آل شروع میشه؟ آلاسکا. نخیر، آلاسکا هم نیستش. آلغیزستان. دارین نزدیک میشین. بفرمایین. اتحاد شوروی. نخیر، اینا نیستش. یک راهنمایی دیگه میکنم. تقریبا تمام مردم این کشور به خوبی به زبان آلمانی صحبت میکنند. بفرمایید. بیلاروس که آلمانی حرف نمیزنه عزیزم. آفرین شرکت کننده ایسته. شما خودتون میدونین پاسخ صحیح سوال رو بفرمایید. بله، من یه کمی حساس شده این نکته. من بین 2 تا کشور گیر کردم. شما بفرمایید 2 کشور رو. اگر پاسخ صحیح تو این 2 کشور بود ما از شما قبول میکنیم. اوکراین یا مالزی؟ نخیر، مثل که دوستان فراموش کردم، من گفتم این کشور اروپایی 2 حرف اولش آل هست، با آل شروع میشه. آلتریش یا جدیداً بهش میگن اتریش. نخیر، باید مثل اطلاعاتون بگم که این یه راهنمایی دیگه است. البته این کشور تا چند سال پیش به 2 بخش شرقی و غربی تقسیم شده بود. کره جنوبی یا شمالی؟ عرض کردم به 2 قسمت شرقی غربی، نه شمالی جنوبی. خب حالا فرقی نمیکنه، شما هم سخت گرفتید دیگه. نه متاسفم. خب حالا اگه میشه یه راهنمایی بکنید خواهش. متاسفانه وقتی مسابقه ما تموم شد خیلی رقابت نزدیکی و دوستان داشتن. امیدوارم در مرحله بعد بتونین که رقابت بیشتری با هم داشته باشین. اگر آمادگی بیشتری داشته باشین تو مسابقه ما شرکت کنین، ما خوشحال میشیم. دوستان، این شرکت کنندگان در بخش اولیه مسابقه ما به سوالات تخصصی خیلی خوب جواب دادن و امیدوارم که بتونن در بخش‌های بعدی، در بخش فینال هم به همین خوبی به سوالات ما پاسخ بدن. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.